دوستان عزیز سلام. یه پوزیشن آقای فولادمن گذاشته بود روی پیج گروه برای دو تا پوزیشن جالب که واریانس هم دیگن و در هر شرایطی یه حرکت فقط درسته. یعنی دو تا آپشن دارین شما، حرکت دیگه نسبتا ارور بزرگیه، یه حرکتش درسته. من اول از پوزیشن A شروع میکنم برای اینکه عکساشو ببینین. این دوتا پوزیشنی هستش که گذاشته بود، A و B. از A شروع میکنیم تا ببینیم چرا این جواب درسته. به طور کلی این حرکت برمیگرده به گیم پلن یا همون استراتژی شما. 4-1 و اولویت افشار. اینجا شما دو تا آپشن دارین، یکی این که افشار خودتون شماره 5 رو ببندین، یکی هم این که شماره 20 افشار حریفتون رو ببندین. چه مزیتایی داره، چه ضرری میتونه داشته باشه. شما اگه اینجا ببندین، خب به طبع این حریف میتونه با 2 اینجا رو ببنده. شما اینجا قاعدتا یک خورده اذیت میشین با توجه به اینکه همچنان اینجا خطرناک نیست. شما تا 6 و 2، 6 و 4، 5 و 2، 5 و 4 اینا رو در اختیار حریفتون میذارین که بتونه شما رو بزنه و تو خال شما رو برگردونه عقب. شما همین الان 3 تا خال جلو هستین، بعد از 4 تون میشه 8 تا خال. چرا باید این ریسک رو بکنین که حریفتون شما رو بزنه و برگرده؟ با توجه به اینکه جلوی خونه حریف شما خیلی ضعیفه. حریف شما با چی میخواد مثلا تنها مهره‌ای که تحت خطر اینجا قرار بگیره اگه شما این خونه رو ببندین، خونه شماره 5 خودتون، همین شماره 21 با تا 3 4 و 2 3 و 2 شاید جفت 1 بتونه خطرناک باشه. که تازه اگه با 4 و 2 و 3 و 2 ببنده مطمئن باشین اینجا یه تعداد شات بازم شما دارین که برای اینکه بتونین بزنینش. واقعا این بورد ضعیفه. شما وقتی اینجا بیلدر یا همون مایه ندارین روی یکی از این دوتا خونه های شماره 17 و 18 زیاد نباید نگران باشین که این مهرهای توی زمین حریفتون تحت خطر باشه. مثلا با این به قول ما با این سیخ کبابی که این رو خونه 6ش داره. اما حرکت صحیح اینه، شما فقط دازه 5 و 4 و 6 و 4 رو در اختیارش میذارین. زیاد کاری نمیتونه خارج زمین بکنه. جلوی حریفتون یه پرایم 4 پوینتی تقریبا قوی درست کردین. شما هر موقع بتونین پرایم 6 و 5 و 4 رو بگیرین خیلی دستتون جلوی بازی. پس تعداد شاتا کمتره، موقعیت اینجا حریف برای زدن شما خیلی کمتره، برای همین چرا خونه خودتون رو نبندید. پوزیشن دیگهش باز می‌بینید که این حرکت خطاست، این حرکت درست. قاعدتا شما باید اینجا دیگه اول اینجا همون تعداد شات ها رو اختیار حریفتون می‌ذارین، یعنی 6 و 2 6 و 4 و جفت 4. برای زیاد نبنده، اینجا رو میشه دیگه قاعدتا بعداً بست. ولی اینجا چون حریف یه مایه اینجا بیشتر داره، یه مقدار از لحاظ بورد قوی تر به نظر میرسه. به خاطر همین شما ببینید 4 و 2 بیاره خیلی برای شما موقعیت سخت میشه. حتی 3 و 2 جفت 2 جفت 1 6 و 3 6 و 1 کلی تاس داره که اینجا به حالت کاملا خوب براش کار میکنه، حتی جفت ها. برای همین کامپیوتر پیشنهاد میکنه که اینجا رو ببندین. مطمئن باشین از این که شما هر موقع این اطراف بیرون خونه حریفتون احساس کردین در حال سازندگی خونه های 5 4شه، سریع باید یه حرکتی بکنین تا اینجا رو بلاک کنید، جلو حریفتون رو برین. کلید پیروزی شما تو بازی همینه. یعنی اگه شما این لنگر رو بگیرین، احتمالاً حریفتون اولویت بعدیش نجات این مهره خواهد بود و بعد باز کردن این دوتا برای فرار بهتر. شما با توجه به این لنگر امنی که اینجا دارین ببینید چقدر آپشن اینجا دارین. 6 و 4 6 و 4 بیارین اینجا رو میبندین، نمیدونم 6 و 5 کلی تاز خوب اینجا براتون کار میکنه.
حتی توی پوزیشن قبلی من یه واریانس دیگه هم از پوزیشن مصطفی فولادوند درست کردم. حتی اگه این مهره باز هم نباشه، بازم این حرکت این واریانس از همون پوزیشن A، چون حریف یه برد کاملا ضعیف داره خارج زمین خودش و تاسایی به اون صورت براش خوب بازی میشه، با این که حتی این مهره باز نیست، بازم بستن افشار خودتون اولویت داره. اون حرکت دیگه خطا نیست، ولی خب 1% تفاوت داره با این حال بازم این حرکت. شما ببینید چقدر نقش اون مایه مهمه برای اینکه شما افشار خونه خودتون رو بگیرین یا افشار خونه حریف. پس هر موقع مردد شدین بین افشار گرفتن ها، یه حساب 2 تا 4 تاست با خودتون حساب کنین ببینین الان اگه نگیرین چه اتفاقی بعدم میفته و بگیرین چه اتفاقی میفته. مقایسه بکنین خیلی راحت میتونین حرکت صحیح رو پیدا کنین. موفق و معید باشین.